نام من محمد حسن، سن من 103 ساله. آمدیم که به تذکره الکترونیکی میگن یا برقی میگن رزمی بگیریم. از دولت هم با تشکری میکنیم، از کارگرایشان، از تمام ملت افغانستان. و هموطنان عزیز نمیره میگیم که بعد تا کوششون که میشه از این تذکرهایی که الکترونیکی میگن از این باید بگیرن، از تذکرهایی وقت داود یا وقت تاریخ ورقی کتب ورق بوده اخبار بوده از تیر شدن از این بگیرن، اینه خیلی که تجربهش بکردن یک آسان